بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الصلاة و السلام علی رسول الله. پروردگار ما را در این خانه خودمون نصیب دید. الحمدلله به ارزش که من در فقط کعبه استودیم و دعا میکنیم پروردگار همه برادر که فقط آرزو دارن مقصد دارن الله سبحانه و تعالی خدا خود برنامه خیر بگردون. ما مسافری که در سفر هستن سفرهای گوبرار زیاد بودی سلامت به یک مقصد و برگردون. پروردگار تمام مسلمان دنیا را خاصا مسلمان شیعه و زمین و مسلمان تاجیکستان زمین و این مکان مبارک تیز مدد زیارت کردن الله سبحانه و تعالی خود مناسب بگردون. بیماران اسلام شفای کامل خدای اسلام خدا خود نجات به فرزند اسلام فرزند صالح و صالح کرامت نمایی. هر کی مقصد آرزوها دارن خدا خود با فضل و کرم الله برآورده خیر بگردانی. آن عبادت که جان کریم خدا بازرگاه قبول نمایی سایبانی آخر. بیماران اسلام شفای خدای اسلام نجات به فرزند اسلام فرزند صالح و صالح کرامت نمایی. بخت اسلام بختاش نکشوده. آنان که در حبس خانه هستن خدا نجات در آزادش نمی‌رسید داری تمام مسلمانان دنیا را خدا خواهد نجات و ظفر بده. اهل فلسطین پروردگار خودت یعنی ظفر پیدا آنونه که کافرانی که برای محو کردن انسان نقشه میکشن خدا در نقشه هاشون نیست نابود شده بگردن. اما این مسلمانان نشان ظفر محبت ختم محبت حبیب محمد صلی الله محبت قرآن شما در قلب ما جایید بگردانی. همیشه برای راست برای حق برای صراط مستقیم سوال بگردانی تا در دنیا هستیم برای الله خدمت کردن میسر بگردانی. در این دنیا عالمان و قاریانی با عمل بگردانی. پدرامو که در دنیا گذشته باشن مادرامو جاشون جنت بگردانی. لخت مال و رسول نشید احمد با کشیدن زنده باشد عمرهاشون رزقش کسب و کار برکات نمای خدا امور در سالهای بسیار بسیار پروردگار یعنی این خانه خود زیارت کردن نصیبش بگردانی. هر کی راه جات است مقصود است خدا آنها و تمام خادمان حکومت از جناب اول گشته تا جناب رئیس نویه و از جناب مفتی گشته تا قاضیات ان شاء الله ازبکستان زمین امورش نرسخش در این ساحه علم خدمت کردنش الله مناسب بگردانی. هر کی راه جات است مقصود است الله و فضل و کرم داره. سالهای بسیار بسیار خانه خود زیارت کردن الله مناسب بگردانی. صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. یک برادر فرزندش بیمار هستن ان شاء الله خدا فضل راه نمیگردن زبان ندارن پروردگار در خانه خودن زبانشون ان شاء الله خدا فضل گویا بگردانی. همه بیماران را شفای کامل عطا وطن متینشا آبادی خدا فضل همیشه اسلام عزیز خدا فضل در تمام ادیان و اسرار غالی بگردانی. صلی الله علی محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. بیره الله اکبر. آمین. الحمدلله. او مالی